چنین توانایی انسانیت را بیرون از عالم حیوانات میگذارد. به حیوانات خدا دو چینک داد. جان را خوب است. او برای ما هزاران رستنی ها و محصولات غذایی را آفریده است. روز چهارم خدا وفادار است. آفتاب و ماه از میوه‌ها بیرون نمی شوند. روز پنجم خدا حیات است. او ماهیان را در بحر و پرنده ها را در هوا جای داده است. روز ششم خدا محبت است. پس از آفریدن حیوانات خدا خواست موجودات آفرد که او محبتش را بر آنها فرو ریخته تواند. وقتی آفریدن موجودات مخصوصی رسید که قدوسیت، قدرت، خوبی، وفاداری، حیات و محبت او را انعکاس کرده توانند. در روز ششم آفرینش پادشاه با خود سخن رانده چنین گفت: آدم را به صورت ما به مانند ما بیافریم و آنها بر تمام زمین و بر تمام موجودات حکم رانند. و خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. آنها را مرد و زن آفرید. وقتی نوشته میگوید که به صورت خود آفرید، این معنای آن را ندارد که خدا عیناً چون ماست. این به این معنی است که ما باید خصلت و فردیت او را انعکاس کنیم. چنان که تنگه های رومی با صورت قیصر سیکه زده می شدند، سیمای خدا بر انسانیت سیکه زده شده بود. مرد و زن اولین با لیاقت فکر کردن، دوست داشتن و گپ زدن آفریده شده بودند تا از مناسبت های نزدیک با آفریدگار حلاوت برده توانند. آدمان آفریده شده بودند که نه غلامان خدا بلکه دوستان خدا باشند. خدا آدمان را به صورت خود آفریده به آنها فرمان روایی داد. آدمان باید زمین را نگاه بین و اداره می کردند. اسرار آن را کشاده ذخیره هایش را عاقلانه استفاده می بردند. چون این توانایی انسانیت را بیرون از عالم حیوانات می گذارد. به حیوانات خدا دو چینک داد: جان و جسم. به آدمان باشد خدا سه چینک داد: جسم، جان و روح. و پروردگار خدا آدم را از خاک زمین بسیرشت و به بینی وی روح حیات دمید و آدم جان زنده شد. بدن فقط خانه یا خیمه بود که به آن خدا جان آدم و روح او را دمید. جان، عقل، احساسات و خواهش های آدم بود که به انسان امکان می‌دهد اندیشه نماید، احساس و انتخاب کند. به واسطه روح آدم با خدا رابطه پیدا کرد. جسم امکان داد که با عالم نمایان رابطه کند. روح امکان داد که با خدای نانمایان رابطه کند. خداوند می‌خواست که آدمان او را دانند. آدمان باید گنج مخصوص خدا می بودند. از بس که خدا آدمان را آفرید، او نه تنها آفریدگار بلکه صاحب آنها نیز بود. خداوند خدا اولین انسان را آدم نامید که معنایش از زمین یا فقط انسان است. دیرتر خدا باید زن اولین را می آفرید، اما اول بعضی تیاری ها در کار بودند. آدم به خانه و کار احتیاج داشت.